سلام، چطوری؟ خیلی خوشحالم که بازم اومدی پیش من. قراره با هم دیگه بشینیم ترید بکنیم و حالشو ببریم. توی این قسمت هم میخوایم از یکی دیگه از استراتژی‌های اندیکاتوری قدیمی استفاده بکنیم که همچنان هم خیلی‌ها دارن باهاش معامله میکنن، حتی بین تریدرهای قدیمی هم همچنان محبوبه و خیلی‌ها میگم دارن ازش استفاده میکنن دیگه. چیز باحالیه، چیز بدی نیست. میتونیم با استفاده از این استراتژی نقاط ورود خوبی داشته باشیم، میتونیم سیو سود داشته باشیم و مواردی از این قبیل. اگر پایه‌ای بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم، سابسکرایب، لایک، کامنت یادت نره. لایک اگر نکردی فدای تارمود، سابسکرایب بکن که ویدیوهای بعدی به سرعت یکی پس از دیگری آپلود میشه و از همه مهمتر کامنتته، چون کامنتت به شدت توی ویدیوهای من و توی این روندی که آغاز کردم و داریم در کنار هم پیش میریم تأثیر میذاره. قراره با همدیگه یه جامعه کوچیک تریدینگ راه بندازیم و از تجربیات همدیگه میخوایم استفاده بکنیم. بنابراین اگر دوست داری نقش مفیدی توی این جامعه ایفا کنی، حتما برای ما کامنت بذار، نظراتتو بهمون بگو در رابطه با ویدیوها یا ایده‌ای اگر در رابطه با ویدیوهای بعدی داری، حتما ما رو در جریان بذار تا در همون راستا پیش بریم و بتونیم از وجود همدیگه نهایت استفاده رو بکنیم. بیشتر از این سر تو درد نیارم، پاشو بریم رو چارت ببینیم چه خبره. آقا اندیکاتوری که الان داری میبینی اندیکاتور 3EMA هستش. 3EMA ایناش میبینی؟ اینا سرچش که بکنم 3EMA این شکلی میاد بالا. سازندش دوستان اینه، این آیدی هستش، این پروفایل هستش و بقیه‌شون اگر انتخاب بکنید بعضیاشون همینن، بعضیاشون یه مقدار تفاوت دارن. این یکی استاندارده کاملا. چرا میگم استاندارده؟ قبل از اینکه دلیل استاندارد بودن اینو بهت بگم، بذار اینو پاک کنم. ببین داداش، ما یه SMA داریم، ایناش یه دونه SMA داریم، یه دونه هم EMA داریم. حالا EMA چیه؟ SMA چیه؟ EMA اینه Moving Average Exponential هستش، ولی SMA Moving Average Simple هستش، ساده است. اون یکی EMA یکیش MA میگن، یکیش EMA میگن. خب اون EMA یک مقدار حساسیتاش کمتره نسبت به این MA، شکستگیاش یه مقدار کوچکتره، یه ذره چجوری بهت بگم نرمتر حرکت میکنه. متوجهی چی میگم؟ ایشالله که متوجهی. حالا بذار مقایسه کنیم با هم دیگه. الان یه دونه SMA 50 انداختم، یه دونه هم میام EMA میندازم، EMA. خب به این صورت این الان روی 9 هستش، میذارمش روی 50. جفتشون طولشون 50ه، خب بازهشون 50، یعنی 50 تا کندل اخیر رو در نظر میگیره. خب حالا جفتشون 50، ولی میبینی چقدر با هم یه تفاوت دارن. بذار SMA رو من رنگش رو تغییر بدم، SMA رو مثلا نارنجی میکنم. خب EMA آبی است، SMA نارنجی است. تقریبا همون مسیر رفته، تقریبا همون سطوح رو طی کرده، ولی میگم شکستگیاش کمتره که باعث میشه یک مقدار تفاوت جزئی از لحاظ بصری با هم دیگه داشته باشن. من این SMA رو پاک میکنم، EMA هم پاک میکنم. ببین قبلا که تریدینگ ویو اجازه میداد ما 3 تا اندیکاتور همزمان استفاده بکنیم، میتونستیم 3 تا EMA بندازیم، طولشون رو تغییر بدیم. مثلا طول یکیشو بکنیم 50، طول یکی دیگر رو بکنیم 100، طول اون یکی هم بکنیم 200. حالا این اعدادی که دارم میگم داستان داره. بهترین EMA های 25، 50، 100، 200 هستش که میتونیم بهترین سیگنال ها رو ازشون بگیریم. EMA های دیگه ای هم، ببخشید حالا EMA نمیگم، میگم مووینگ اوریج، چون جفتشو شامل میشه. هم مووینگ اوریج سیمپل رو این چیزی که دارم میگم شامل میشه، هم مووینگ اوریج اکسپوننشیال یا همون EMA رو. چی میخواستم بگم که اینو گفتم؟ میخواستم بگم که اعداد EMA خیلی، اعداد مووینگ اوریج خیلی مهمه. خیلی ها اعداد مثلا 9، 25، 50 رو انتخاب میکنن. خیلی ها مثل من الان 25، 50، 100، 200 رو انتخاب میکنن. 4 تا میتونی بندازی، میتونی 3 تا بندازی. 4 تاییش هم هست توی اندیکاتور، اگر سرچ بکنی پیداش میکنی. موضوع بحث امروزمون نیست، اگر بهت نشون میدادم. بنابراین این اعداد مهم هستن. 25، 50، 100، 200 اینا مووینگ اوریج های مورد علاقه منه. خصوصا مووینگ اوریج 200
که قیمت بهش خیلی واکنش نشون میده، هم سیمپلش هم EMAش. برگردیم بریم سراغ استراتژی. آقا من اینجا سرچ میکنم TDEMA، این اندیکاتور مورد نظر من هستش. سازنده‌شو دقت کن چون اندیکاتور دیگه‌ای با این اسم هم داریم ولی سازنده‌هاشون متفاوته، بنابراین این TDEMA رو حواست باشه، حروفش هم حروف کوچیک هستش. اینو من انتخاب میکنم. طبق معمول 3 تا چارت باز کردم: بیت کوین، نفت و اونس جهانی طلا. روی هر 3 تا نمودار این اندیکاتور رو انداختیم. میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم مثلا چی هست، به چه درد میخوره، چه جوری میتونیم باهاش معامله بکنیم، توی روند صعودی چه جوریه، تو روند نزولی چه جوریه و تو روند رنج به چه شکل در میاد. برای اینکه بتونیم باهاشون معامله بکنیم من تایم فریم رو کوتاه‌تر میکنم تا بتونیم نوسانات بیشتری ازشون بگیریم. خب بچه، سیگنال ورود توی این اندیکاتور موقعی ارسال میشه که قیمت از مووینگ اوریج 200، این چیزی که دارم میگم سیگنال فروش هستش. خب سیگنال فروش اینجوری صادر میشه: قیمت از مووینگ اوریج 200 میگذره، ما صبر میکنیم برای اینکه مووینگ اوریج 50 هم از مووینگ اوریج 200 بگذره. توی این موقعیت ما آماده ورود به معامله میشیم. بهتره که اینجا ورود نکنیم، ولی اگر ورود بکنیم هم خودش باز یه وین ریت قابل توجهی داره. خب بنابراین بهتره که اینجا ورود نکنیم، صبر میکنیم تا مووینگ اوریج 100 هم از مووینگ اوریج 200 بگذره. یعنی چی؟ یعنی به ترتیب میشه مووینگ اوریج 50، مووینگ اوریج 100، مووینگ اوریج 200 بالاش. این سیگنال فروش هستش. این ساختار فروش با استفاده از این استراتژی هستش. فقط داریم راجع به این استراتژی صحبت میکنیم، هیچ چیز دیگه رو در نظر نمیگیریم. فکر میکنیم تنها چیزی که میدونیم همین هستش و فقط میخوایم با این معاملات خودمون رو پیش ببریم. بریم ببینیم چی میشه. روی نمودار نفت حال حاضر اون چیزی که گفتیم داره شکل میگیره. میبینی قیمت از مووینگ اوریج 200 به پایین گذشته، مووینگ اوریج 50 هنوز مووینگ اوریج 200 رو به پایین رد نکرده. صبر میکنیم تا رد بکنه. وقتی که رد شد یا معامله رو باز میکنیم که گفتم اونم باز خودش وین ریت قابل توجهی داره، ولی خیلی بهتره که صبر بکنیم مووینگ اوریج 100 هم از مووینگ اوریج 200 رو به پایین عبور بکنه. بنابراین فعلا اینجا معامله ای نداریم. ولی روی بیت کوین تایم فریم 1 دقیقه بچه‌ها مووینگ اوریج ها کراس رو داشتن، این عبورشون رو میگیم کراس. الان مووینگ اوریج 50 مووینگ اوریج 100 و 200 رو به پایین کراس کرده، مووینگ اوریج 100 هم مووینگ اوریج 200 رو به پایین کراس کرده، رد شده ازش، عبور کرده. حالا ما میتونیم یه کاری کنیم، یا همینجا وارد معامله میشیم که در این صورت استاپ معاملهمون نسبتاً بزرگ میشه. ببین اینجا میشه. خب تارگت رو کجا میتونیم تعیین کنیم؟ ببین توی این تایم فریم تارگت رو اصلا نمیتونیم مشخص بکنیم، ولی اگه تایم فریم رو بلندتر بکنیم چی؟ من یه تایم فریم رو یه 15 برابری بزرگتر کردم، از یه دقیقه رفتم روی تایم فریم 15 دقیقه‌ای. تارگت معاملم رو میخوام بذارم جایی که آخرین بار کراس اتفاق افتاده، یعنی این حوالی. نسبتا ریسک پریوارد 1 به 1، اصلا خود ریسک پریوارد 1 به 1 رو میگیرم. این عدد رو نگاه کن، 1 رو میبینی؟ این ریسک پریوارد 1 به 1 رو داره نشون میده. اگر بزرگترش کنیم 2 برابرش کنیم این عدد میشه چی؟ میشه 2. یعنی ریسک پریوارد 1 به 2، یعنی ضرر کنیم انقدر ضرر میکنیم ولی سود کنیم 2 برابرش سود میکنیم. اینو میگیم ریسک پریوارد 1 به 2. خلاصه من اینو میذارم روی همون 1 به 1. به این صورت معامله‌مون باز. الان تایم فریم رو کوچیک میکنم، نمودار بعدی رو نگاه میکنیم. این احتمالا موقعیت فروش ایجاد میکنه، بذار ببینیم چی میشه. فعلا بهش ورود نمی کنیم. ببین تو تایم فریم رو که بلندتر کردم هم مووینگ اوریج زرد رنگ یا همون 50 داره به سمت پایین حرکت میکنه کم کم، یعنی ممکنه که از اینجا قیمت برگرده بره پایین. بیا با هم دیگه یه ستاپی واسش پیدا کنیم. حالا فرض کنیم که این اگر رد شد، خب اگر رد شد ما معامله فروشمون رو باز میکنیم. فعلا رد نشده، فعلا باز نیست معامله رفقا. استاپو چی کار میکنم؟ استاپو میذارم بالای آخرین قله، ریسک پریوارد
1 به 1 رو هم میذاریم ببینیم میتونیم از این جواب بگیریم یا نه. فعلا که سیگنال ورود فعلا ارسال نشده با توجه به این استراتژی که تعریف کردیم، هنوز سیگنال ورود نداریم. البته خط زرد رنگ همین الان از آبیه عبور کرد، یعنی مووینگ اوریج 50 همین الان از مووینگ اوریج 200 گذشت، از مووینگ اوریج 100 هم که طبیعتا گذشته که به مووینگ اوریج 200 رسیده، ولی مووینگ اوریج 100 هنوز مووینگ اوریج 200 رو به پایین رد نکرده. بنابراین بهتره که صبر بکنیم، ولی چون من میخوام بهت نشون بدم وقتی که این مووینگ اوریج یعنی مووینگ اوریج 50 مووینگ اوریج 200 رو به پایین رد میکنه چه اتفاقی میفته، همین الان معامله رو باز میکنیم. خب این از این ریسک ریوارد 1 به 1 مون هم که تنظیم کردیم، اینم از اینو داشته باشیم ببینیم چه اتفاقی واسش میفته. بذار تایم فریم 3 دقیقه‌شو ببینم چه خبره. آره خیلی چیز باحالیه. آره این میتونه سود بشه. خب اما توی نمودار طلا فعلا ورود نداریم، حداقل توی این تایم فریم هم که بزرگتر کنم همچنان ورود نداریم. ببین گذشته دیگه، ورودش گذشته، با استفاده از این استراتژی ورودش گذشته دیگه، فعلا ورود به ما نداده. باید این حوالی بعد ورود میکردیم که نکردیم. علل حساب روی طلا ورود نداریم، بنابراین من یه چارت دیگر رو جایگزین این میکنم. خب نمودار اتریوم به USDT یعنی اتریوم به تتر رو من انتخاب کردم. توی این نمودار کراس رو توی 3 دقیقه داشتیم. خب حالا یا ما میتونیم همین الان وارد معامله بشیم یا روی پول بکش به مووینگ اوریج 50 این شورت پوزیشن پول بک رو مثلا بگیم 50، الان یه ذره پایین‌تر هم میاد، اینجاها در نظر بگیریم. استاپ رو میذاریم اینجا. ریسک ریواردش رو هم ریسک ریوارد 1 به 1 تعیین میکنیم. بذار ببینم از اینجا هم میشه تغییر داد. نه از اینجا نمیشه ریسک ریوارد مشخص کرد. خب اینم از ریسک ریوارد 1 به 1. فعلا ورود نداره متاسفانه روی اتریوم، فعلا نمیتونیم ورود بگیریم. بذار تایم فریم بلندتر بکنم ببینم چه خبره. آره اینجا سیگنال ورود به معامله رو داشتیم روی این کندل. ببینید اینجا ورود رو ارسال کرده که اگر میدیدیم میگرفتیمش ریسک ریوارد 1 به 1 رو به همون میداد تقریبا. اینم از این. ببینیم نه فعلا وارد ضرر شده معاملش، اوکیه، ولی تا همین بالا هم بره اوکی. اینو میخواستم بهت بگم اینجا توی اتریوم، ولی بهت گفتم ما میتونستیم همزمان که اینو دیدیم وارد بشیم یا ورودمون رو بذاریم روی مووینگ اوریج هایی که کراس شده، یعنی بهتره که بذاریم روی مووینگ اوریج 50 بعد از اینکه کراس رو دیدیم ورود کردیم به معامله. بعد از اینکه کراس رو دیدیم میتونیم ورود نکنیم به معامله، نقطه ورود رو بذاریم روی کراس 50. در این صورت هم میتونیم ستاپ خودمون رو این شکلی هم بچینیم با استفاده از سفارش لیمیت یا همون سفارشی که میذاری قیمت میاد بهش میرسه بعد معاملت باز میشه. میتونیم اینجوری هم ثبت بکنیم معامله خودمون رو، بذاریم قیمت بهش میرسه یا نه. علل حساب برمیگردم روی نمودار بیت کوین ببینیم چه خبره. تایم فریم 1 دقیقه بیت کوین همچنان اوکیه دیگه. این پوزیشن ها رو باز کردیم، بریم یه استراحتی بکنیم. پوزیشن ها هم به روند خودشون ادامه. یکی هم که همچنان این آقا من اصلا اضافه انداختم دیگه، این سودش رو داده. با استفاده از این استراتژی وقتی بررسی بکنیم متوجه میشیم که این سودش رو داده. اگر هم متوجه نشدی من بزرگترش میکنم یک بار دیگه بهت توضیح میدم. ببین مووینگ اوریج سبز رنگ یا همین مووینگ اوریج 100 پایین مووینگ اوریج 200. مووینگ اوریج 50 هم اینجا توی این نقطه اومده پایین مووینگ اوریج 100. چی شد؟ 200 100 50 اینجا برای فروش موقعیت
مناسبیه. کجا این اتفاق افتاده؟ اینجا که کراس شده این کندل، ببین این نه اینجا کراس شده، بعد از بسته شدن این دقیقاً میتونستیم وارد معامله بشیم. یعنی اینجا که کندل بسته شده روی این یکی کندل میتونستیم وارد معامله بشیم. ریسک پریوارد 1 به 1 رو تقریبا داده، حالا احتمالاً بیشترم میده. بنابراین من این به جای این باز دوباره یه مثال دیگه میزنم، محض احتیاط که خیالمون راحت بشه ما مطلب رو درست ادا کردیم. چه نموداری رو باز کنم؟ یورو یو اس دی، نظرت چیه؟ نمودار یورو یو اس دی یکی از نمودارهای محبوب من حاجی. خیلی از تریدرها خصوصا تریدرهای فارکس تحلیل تکنیکال رو روی نمودار یورو دلار یا همون یورو یو اس دی شروع کردن و تمرین کردن. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از پرحجم ترین و یکی از بهترین نمادهاییه که میتونیم روش لحاظ تکنیکالی تحلیل های واقعا قدرتمند و مثمر ثمری داشته باشیم. نمودار یورو دلار رو در صورتی که تازه کار هستی داری تحلیل تکنیکال رو تمرین میکنی حتما توی واچ لیست داشته باش، حتما روش تمرین بکن. یا اگر معامله‌گر فارکس هستی توصیه میکنم که حتما روی این نمودار معامله داشته باشی، به خاطر اینکه حرکت‌های فوق‌العاده تمیزی داره. ولی چیزی که روی نمودار یورو دلار برای معامله‌گران فارکس مطرحه مدیریت سرمایه است. خیلی مهمه که تو حجم زیاد وارد نکنی، یک کسری از بالانس حسابت باید درگیر این معامله بکنی، این خیلی مهمه. خب نمودار یورو دلار هستیم بچه‌ها، روند نزولی با توجه به این استراتژی و میتونیم همین الان هم وارد معامله بشیم و یا میتونیم اوردر خودمون رو ثبت بکنیم، قیمت بیاد بهش برسه و بعد از اون انشالله شاهد ریزش قیمت باشیم. ریسک پریوارد 1 به 1 در صورتی که بخوایم یک مقدار خیلی کمی، یک حجم بسیار کوچیکی وارد معامله بکنیم، میتونیم استاپ لاس رو بذاریم این بالا، تارگت پوینت رو هم به اندازه ریسک پریوارد 1 به 1 بذاریم. خب در صورتی که بخوایم حجم خیلی کمی وارد بکنیم. اگر بخوایم حجممون بیشتر باشه، ریسک معامله بیشتر باشه، میتونیم استاپ لاس رو کوچکتر هم بکنیم. ببین توی 50 عجب چیزی داره میده، عجب سیگنالی داره میده. ببین 100 که زیر 50، ببخشید 100 که زیر 250 هم داره مووینگ اوریج 100 رو به پایین رد میکنه. این که رد بکنه دیگه خیالمون از این پوزیشن راحت میشه، برای معامله کاملا معقوله و ریسک مناسبی داره. معامله منطقیه، متوجه میشی چی میگم؟ معامله منطقی رو وقتی که باز میکنی اگر استاپ بخوره تهت آتیش نمیگیره، خیالت راحته از این که من معامله منطقی بوده و استراتژی من مسلما یک وین ریتی داره و وقتی که یه استراتژی داره که وین ریت داره یه طرفش همیشه استاپه، تعداد استاپ ها هم همیشه از تعداد سودها کوچکتره. بنابراین رفیق من اگر استراتژی این چنینی داری استاپ بخور، به خدا نمیکشه و باعث رشدت میشه. این از این تا اینجا. من نقطه ورودم همینجا میذارم. ریسک پریوارد 1 به 1 هم که گذاشتیم، بریم نمودار نفت ببینیم چه خبره. معامله توی سوده، روی نمودار بیت کوین هم توی سوده. میریم یه استراحتی میکنیم، یه چایی میخوریم، چیپس و پفک میزنیم، بعد برمیگردیم به نمودار ببینیم چه اتفاقی واسه این پوزیشن ها افتاده. پاشو بریم یه استراحت بکنیم بیایم. خب آقا طبق معمول بعد از یه استراحت کوتاه برگشتیم و خیلی 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 خوش برگشتیم. جمعاً علیها برمیگردیم، میریم سر پوزیشنامون ببینیم چه خبره. خب بیت کوین که فعلا وارد ضرر شده. ببین من مادامی که نبودم داشتم چای میخوردم، بیت کوین رو توی کانال تلگرام آپدیت کردم. این خطوطی که داری میبینی حمایت هستن. خب توی حمایت به ما سیگنال فروش داده بود. این از باگای کاره. ببین اینو آوردم بهت نشون بدم، از قصدم پاک نکردم که اینو بهت بگم، خدا رو شکر که یادم موند و بهت گفتم. بپردازیم به دوتا پوزیشن بعدیمون. پوزیشن نفتمون خیلی تمیز بود، خیلی قشنگ بود، تارگت رو زده. ببین من دنبال این پول بک میگشتم و نگاه کن اینجا رو ببین، پول بک رو روی مووینگ اوریج 50 گرفت، کراس رو دیدیم، پول بک رو روی مووینگ اوریج 50 گرفت. یعنی اگر اینجاها نتونستی وارد بشی، اینجا دوباره میتونستی یه ورود بزنی، حداقل در کمترین حالت ممکن. ولی اگر اینجا می‌خواستی ورود بزنی، ببین چیزا چجوری میشد. این
شامبالا چیه اسمش، ریسپری باردتو نگاه کن چه شکلی میشد. اینو می‌خواستی بذاری اینجا، اگرم 1 به 1 می‌خواستی بگیری باید می‌ذاشتی اینجا. ببین مثلا پایینش آره اتفاق خاصی نمیافتاد، خداییش میتونستی بگیری دیگه، چی بگم، واقعا میتونستی بگیری. آقا از اونجایی که اگه بخوایم چیا ابوالفضل یه چیزی انداختم شکوندم. ببین از اونجایی که اگه بخوایم از رو لایو مارکت تمام نکات مربوط به این استراتژی اندیکاتوری رو توضیح بدیم 100 سال طول میکشه تقریبا. بنابراین من میرم رو گذشته چه الان پوزیشن ها رو روی لایو مارکت با هم دیگه باز کردیم که ببینیم روی لایو مارکت به چه شکله. اگر پوزیشن رو توی لایو باز نمی کردیم اون باگی که الان بهت گفتم مسلما در نمی اومد، ولی روی لایو مارکت پوزیشن رو باز کردیم که اصلا ببینیم کاربرد این استراتژی به چه صورت مثمر ثمر هست، قابل استفاده است، میشه باهاش حساب و رشد داد یا خیر. خیلی روک بهت بگم تقریبا 60% اینطورا وین ریت بتونی بگیری از مووینگ اوریج، از کراس مووینگ اوریج ها نهایتا بتونی 60%، 60 خورده زیر 70 چی بود؟ وین ریتش زیر 70%. مالی نیست. متوجه خیلی استراتژی های اندیکاتوری دیگه ای معرفی کردم که میتونه وین ریت بالای 70 بده، ولی این یکی زیر 70. متوجه چی بهت میگم؟ بیا با هم دیگه بررسی کنیم کاربردهای دیگه‌اش رو. فرض بکنیم که ما اینجا توی این ناحیه با دیدن این کراس ها وارد معامله شدیم. یعنی چی؟ یعنی دیدیم که مووینگ اوریج 100 یا این سبز رنگه آبیه یا مووینگ اوریج 200 رو به بالا رد کرد. خب اینجا مووینگ اوریج 50 هم که از قبل رد کرده بود هیچی. یا ما میتونستیم اینجا با عبور مووینگ اوریج 50 از 100 و 200 وارد معامله خرید بشیم، یا اینجا وارد می شدیم، یا زمانی که ستاش با هم دیگه کراس مثبت داشتن، یعنی 100 افتاد بالای 200، 50 هم افتاد بالای 100، این یعنی روند صعودی و سیگنال خرید مسلما اگه بخواید در جهت روند معامله بکنی. خب بنابراین فرض میکنیم که ما اینجاها وارد معامله شدیم. کجاست؟ ببینم کراس اینجا اتفاق افتاده روی این کندل. میبینی؟ من اینجا معامله خریدم باز شد. فرض میکنیم هیچ احمقی اینجا وارد معامله خرید نمیشه. فرض میکنیم من احمق بودم اینجا وارد معامله شدم. خب استاپمون اولا خیلیه، حداقل باید بذاریمش اینجا زیر این کندل بلنده. خب ریسپری واردمون هم 1 به 1 بخوایم براش بذاریم، 1 به 1 رو زده اصلا خیلی شیک و جذابم زده. میبینی؟ حالا فرض کنیم که ما نمیخواستیم با ریسپری وارد 1 به 1 ببندیم، مثلا ریسپری واردمون بلندتر بوده، چه میدونم مثلا ریسپری وارد 1 به 3 میذاریمش اینجا. ببین ریسپری وارد 3، ببین عددش رو اینجا مشخص کرده. ریسکمون انقدر، اگر سود بشه 3 برابر انقدیه سود میکنیم، یعنی ریسپری وارد 1 به 3 مثلا ما همیشه معامله میکنیم. زمانی میتونستیم از معامله خارج بشیم که دیدیم این مووینگ اوریج ها داره به سمت پایین بر میگرده. ببین اینجاها دیگه باید سیگنال خروج رو ما دریافت میکردیم، یا در بدترین حالت وقتی که 50 مووینگ اوریج 100 رو به پایین رد کرد ما دیگه میتونستیم سیو سود کنیم و یا از معامله خارج بشیم. البته زمانی که این اتفاق افتاده معامله توی ضرر بوده، میبینی؟ ولی خب بازم بهتر از این بوده که کلش بخوره. حالا در هر صورت به این صورت میتونیم سیو سود کنیم. بذار یه موقعیت دیگر رو هم مثال بزنم از یه نمودار دیگه. مثلا همین بیت کوین مثلا مثال میزنم که پرکاربردتر هم هست. بریم تو گذشته، چه میدونم مثلا بریم اینجا. خب اینجا ببین آقا کراس مووینگ اوریج ها رو دیدیم. مووینگ اوریج 50 اومد زد زیر 100، زیر این سبزه، 50 این زرد است دیگه، 50 از سبزه یا همین 100 رد شد رو به پایین، 200 رو هم رد کرد، از اون طرف هم سبز دنبال رشد مووینگ اوریج 200 رو به پایین رد کرد. اینجا ما کراس رو داشتیم. خب
توی این کندل هم هستش. بذار بزرگش کنم واضح‌تر بتونیم بررسی بکنیم. کراس کجا اتفاق افتاده؟ سبزه کو؟ توی این کندله. می‌بینی؟ یعنی ما در بدترین حالت دیگه روی کندل بعدی میتونستیم وارد معامله فروش بشیم. کندل بعدی کجا بود؟ ایناش. خب استاپ لاس رو میذاریم بالای آخرین قله مووینگ اوریج ها، یعنی بالای آخرین قله‌ای که بالای مووینگ اوریج ها وجود داشته. استاپ لاس رو میذارم. ریسک پریواردمو ریسک پریوارد 1:1 تعریف میکنم. نه میخواستم سیو سود کردن رو بهت بگم. آقا فرض بکنیم من 1:1 نمیذارم ریسک پریواردو. خب مثلا چم 1:2 میذارم، 1:3 میذارم. خب میخوام ببینم کی باید از معامله خارج بشم با استفاده از این اندیکاتور. ببین زمانی که اینا داشته برمیگشته تا الان نزولی بوده. چی شد؟ درسته؟ آره. ببین تا اینجا نزولی بود. اولا که یه بار اینجا میتونستیم خارج بشیم، دوباره وارد بشیم. ببینی؟ اینجا دوباره برگشت بالا دیگه. اینجا میتونستیم ما خارج شیم، با سود معامله قبلیه رو ببندیم. اینجا که دوباره کراس ها رو دیدیم، دوباره میتونستیم وارد معامله بشیم. بعدش حالا از اینم بگذریم. اینجا رو ببین، دوباره مووینگ اوریج زرد رنگ، همین مووینگ اوریج 50 داشته گردش میکرده که برگرده بره بالا. آقا هر وقت داشت اینجوری گردش میکرد برخلاف معامله تو هم از اون طرف گردش کن، ببند، نذار گردچه بره توی پاچت. خودت زودتر اقدام بکن، با سود از معامله بیا بیرون در صورتی که داری با این استراتژی معامله میکنی. اوکی، فقط داریم این استراتژی رو در نظر میگیریم و راجع به چیز دیگه صحبت نمیکنیم. من 10 دقیقه یه بار تکون میخورم، یه چیزی رو خورد میکنم. خب اینجاها ما میتونستیم از معامله خارج بشیم یا سیو سود بکنیم. این خیلی عبارت بهتریه. اینجاها میتونیم از معامله یا خارج بشیم یا سیو سود بکنیم. دیگه بستگی به خودت داره چجوری سیو سود میکنی. یا کل سودو برمی‌داری، کلا معامله رو میبندی، همه رو میکشی بیرون، یا یک مقدار از معامله رو میبندی، بقیه‌شو میذاری باز میمونه. این دیگه نسبت به استراتژی معاملاتی هر شخصی متفاوته. فرض کنیم که اینجا ما یه مقدار سیو سود کردیم، دوباره برگشت اومد بالا، همچنان سیگنال ورود نداره، معامله قبلیه بازه. دوباره اینجا دوباره یه دونه دیگه برگشت اومده بالا. خب ما سیو سودمون رو یه بار این ناحیه انجام دادیم دیگه، چه کاریه بخوایم دوباره اینجا سیو سود بکنیم؟ ارزششو نداره. باز میذاریم میمونه و دوباره کراس به سمت پایین با خیال راحت توی معامله میمونیم. همینجوری میگذره و ریسک پریوارد 1:2 رو توی این ناحیه به ما داده. اگر 1:3 هم بگیریم، حتی فکر کنم 1:3 رو هم میده. این 1:3. آره میبینی هر از گاهی خیلی ریسک پریواردهای قشنگی میده. هر از گاهی معاملات خوبی میشه با این استراتژی گرفت، ولی همیشگی نیست. متوجه چی بهت میگم؟ این چیکارش کردن؟ چه اینجوری میکنم؟ این کارا رو میکنم چرا؟ من هیچ کاری نکردم به خدا. این چرا یه پوزیشن عوض شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ نمیدونم آقا، بلش کن دیگه. اینو توضیحشو دادیم. بریم ببینیم این پوزیشن نفتمون به کجا رسید. خداییش نفت رو خیلی خوب باز کردیم با این استراتژی مووینگ اوریج ها کراس 3EMA. 3EMA اسم این اندیکاتوره بود دیگه. 3 تا EMA 3EMA 3 تا EMA هستش. EMA هم که بهت گفتم چیه، اینم از استراتژی سیو سود کردن هم که بهت گفتم، نحوه گذاشتن استاپ لاس برای این استراتژی هم که با هم دیگه مرور کردیم. و چیز دیگه ای نمیمونه دیگه. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. اگر ویدیو رو دوست داشتی خیلی ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی. اگر نکردی فدای یه تار موت. ولی از اون مهمتر کامنتت زیر این پسته که مسیر من توی این روندی که پیش گرفتم رو قراره تعریف بکنه. اگر دوست داری که این مسیر ادامه داشته باشه، اگر دوست داری با همین رویه پیش بریم، پشت سر هم اطلاعات خودمون رو آپدیت بکنیم، از تجربیات همدیگه بهره مند بشیم، تو هم تجربیات تو از ما دریغ نکن لطفاً و
توی کامنت نظرات تو بهمون بگو در رابطه با این ویدیو، در رابطه با ویدیوهای قبلی اگر خواستی، و در رابطه با ویدیوهای آینده اگر ایده‌ای مد نظرت هست، اگر درخواستی داری، اگر پیشنهادی داری، اون رو هم خوشحال میشم بشنوم. قطعاً توی ویدیوهای بعدی تاثیر میذاره. خیلی خیلی ممنونم ازت بابت همراهیت و پیس اوت.